چی بگم؟ همه چیز خودش داره میگه. فقط میتونم بگم از گذشته و تاریخ صرفا میتونیم درس عبرت بگیریم. از آینده های نزدیک و دور هم که نمیدونیم چه خبره، اطلاعی نیست. فقط حال رو میتونیم دریابیم. چیزی که طبیعت و دارایی‌هاش هم به ما همین رو میگن، که تنها دارایی ما زندگی در حال و لحظه حاله. طبیعت شیوه زندگی در حال رو به ما می‌آموزه. یادتونه توی راه داشتم در مورد معنا و مفهوم آبشار میگفتم؟ فکر میکنم حالا با دیدن شوی حرفی که در مورد اون زدم رو بهتر لمس میکنین. با دیدنش به نظرم اون رمز و راز حیات آبشارها ارتباط مستقیمی با کوه و کوهستان داره، چون اونا هم خاک و سنگ همین دشتا و بیابونا بودن که با یه سری فعل و انفعالها قد کشیدن و از سطح زمین فاصله گرفتن و خودشون رو تا تونستن به آسمون نزدیک کردن. شاید برای همین دوری از زمینه که انقدر منشأ حیات و انرژی و پاکی شدن. همون اتفاقی رو که ارتفاع و دور شدن از زمین برای کوه ها رقم میزنه، عیناً برای آبشارها هم تکرار میشه. این دیگه فقط یه چشمه آب نیست که به زمین میریزه، یه دنیای متفاوته، وگرنه که بالا دستش عین تمام چشمه های دیگه است. چند متر پایین تر هم یه رود میشه عین بقیه رودها. اما اون نبض و سری که توی دل این ارتفاع خوابیده بهش یه مفهوم و روح تازه میده، درست عین قله های بلند، با این فرق که اونها از زمین فاصله میگیرن و دیگه بهش بر نمیگردن. اما آبشار اول از زمین جدا میشه و دوباره بهش بر میگرده، ولی انگار عمرش همون چند ثانیه‌ایه که هیچ تعلقی به زمین نداره. از اهالی شنیده بودیم که آب آبشار نسبت به قبل کم شده. شواهدش هم از خشکی اطرافش معلوم بود. پیش خودم میگفتم اگه کم آبش اینه، وقتی که پر آبه و تو کل این پهنه کوه پرواز میکنه پایین، چه عظمتی میتونه داشته باشه. یه نکته جالب دیگه هم موقع دیدار با شوی نظرم رو جلب کرد که اتفاقاً اونم توی کوهستان تجربه کرده بودم. اینکه خیلی اوقات برای بهتر درک کردن یک کوه خودش رو صعود نمی کنیم، بلکه میریم و با صعود به قله های اطراف نگاهش میکنیم. شوی هم با زبون بی زبونی و فرم فرو ریختنش روی سنگا داشت به ما نشون میداد که از کجا میشه بهتر نگاهش کرد. نرفتیم زیر آبشار تا صدای آب و قطراتش تمرکزمون رو از دیدنش بگیرن. کمی ازش فاصله گرفتیم تا بهتر بشه نگاهش کرد. دیدن شوی از نزدیک تجربه‌ای بود که به یادم میمونه، هم به خاطر مسیر زیباش، هم به خاطر اون سگ راهنما، هم دیدن سمندرهای خالدار و از همه مهمتر خود آبشار.